در کامنت‌ها بسیار نوشتند که بس کنین قضیه قابلجان را، بس است و مانند همینها. از مادرش فکر کنین، او مادر زخ می شود و غیره. خب دوستان، شاید دل مادرش زخ شود، ولیکن من این خیلی فکر نمی کنم. بالعکس، وقتی که بسیار مردم، بسیار ملت ها صحبت میکنن از قضیه قابلجان، این با مادر قابلجان مرحله پدیش که می شود، یعنی دستگیری معنویت می شود. مادر قابلجان خودش را تنها حس نمی کند. با این درد میلیون ها مردم همدرد هستند. این با مادر قابلجان قوه معنویت می دهد. و بعد این چیز مهم این است که این قضیه قابلجان از حدود اولوی برآمده مشکل دولت و ملت شدگی هست. اور و ناموس ملت تاجیک شدگی هست. قابلجان را برای دین و ملتش کشتند و کسانی که اور و ناموس ملی داشته باشند به طرفی نشسته نمی توانند. کنی کجا شد اور و ناموس ملی شما؟ حال جنایتکار را جزا نداده شما باشین زود فراموش میکنین؟ دیگر ملت ها تا حال فراموش نکردند، گریه دارند. شما باشین ایزا نکشیده طلب دارن که ما هم خاموش نشینیم؟ پیش از حادثه قابلجان ما هم مانند شما خاموش نشستیم از حادثه های خورشیده و طلازاده و غیره. این دیوسی ما با کشتار قابلجان برده رساند. اگر ما در قضیه قابلجان بی‌طرفی کنیم، خاموش نشینیم، پس انتظار باشین که خدا نکند باز در آینده کودکان این ملت رو به هلاکت میرسانند. من به شما یک سوال دارم. همین حادثه که شد، بالعکس اگر یک شهروند تاجیک یک کودک روس رو به هلاکت میرساند، جواب روس‌ها چه خیل میشد؟ جرس شهروندان تاجیکستان رو میبرآوردند. روس‌ها مانند شما خب نمی نشستند. اگر یک تاجیک جنایت کرد، جنایت نه، این رو یک طرف مونید. اگر یک تاجیک پتن یا رجیستراسیون نداشته باشد، چنان هم لطوکوب کرده میقپند، ولیکن این نسل جنایتکار رو با آرامی میقپند. اگر این کار رو یک ملت تاجیک میکرد، تمام ملت تاجیک رو تروریست اعلام میکردند، ولیکن این جنایتکار رو تروریست هم اعلام نکردند. برای همین کمتر اور و ناموس ملی شما بیدار باشد. شما خیلی زود تسلیم نشوین. این چی یک اور و ناموس شما یک قدری پس دارد، یک درهم قدر دارد که شما زود فراموش میکنین. والله علم آورد است که شما زود فراموش میکنین. نگاه کنید چند کودکای پیشم کشتن، شما باشین مانند که هیچ کاری نشده است، چشماتون رو میپوشین و دیگران رو منع میکنین که سخن گوید. والله این شرمندگی است.